درود و سلام خدمت همه یزدان و خوبان. انشالله که همه تان جور و صحتمند باشید. دوستان محترم، امروز ما با هوا خیلی عالی و قشنگه. نام خدا ابریه که برای کباب کردن خیلی خیلی مناسبه. دیگه که میبینین جناب آقای حسینی سرآشپز، جناب آقای رحمت الله نوروزی سرآشپز. نه خیر دیگه خود ما میفهمیم که دیگه همزو آشپزهای گنده جای دوتا خالی دیگه. ماشاءالله چی کبابی، چی قشنگی، واقعا خیلی خوب شد، خیلی عالی. چی کبابی، الله. جای دوتا خالی. از دوستانی که ویدیو رو میبینن اگر نزدیک دیگه تشریف بگیرید. کسایی که ویدیو هم ببینن اگر نزدیک هم باشه دیگه گامون رو جا میدن، جایشم خالی دیگه. انشالله که موفق باشین، سلامت باشین، خدا نگهدار همه تان. خیلی عالی. دوستان محترم، دیگه کبابم و خیره که در حال آماده شدنه که بسیار بسیار دیگه میرکم خوشمزه. به جای دوستا خالی. این میترم دست درود خدا بر شما. آقا اکبری خوب است؟ اصلا نباشه، حال شما خوبه؟ سلامتی؟ والله دیگه دست درد نکنین که برنامه کباب گرفتین. سلامت باشی. کربلایی درود خدا بر شما معلم صاحب محترم. سلام علیکم آقای اکبری. خسته نباشی، خوبی و خیری، سلامتی؟ جای دوستا دیگه خالی. سلامت باشه آقای اکبری. ماشاءالله امروز دیگه برنامه کباب گرفت. کباب. دست درد نکنه. خدا همه دوستا رو حفظ کنه. چی یک کبابی، به 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 به. سرآشپز که نیجی برگر پختن آقای رحمت الله نوروزی. درود خدا بر شما. خسته نباش، سلامت باش. بسیار بسیار خوشمزه. در این طرف میبینی آقای نوروزی. درود خدا بر شما. زنده باشید، سلامت باشین. اینو به به چی برگری، به 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 به. اینی نون حالا که میبینین رحمت الله اکبری سلام. رحمت الله اکبری سلام. برگر چطور بود؟ باش که ما از این طرف بایم. برگر چطور بود؟ شکرالله جان برگر چطور بود؟ خوشمزه. خوشمزه. رحمت اکبری برگر چطور بود؟ خیلی خوب. آقا شمس الله برگر چطوره؟ خب خیلی خوبه. امروز روز خوب. روز قشنگه. نازنین اکبری برگر چطوره؟ خوب باش. خیلی عالی. نازنین اکبری جگر گوشه بابای خو خیلی عالی. ولی نام روش یادم نیست، همونج بلد هستن تو جای نوروزی در حال ساندویچ جور کردنه. آره دیگه با اجازه دوستا دیگه جای دوستا خالی ان شاءالله که دست آقای اکبری درد نکنه با این برنامه ریزی عالی شی. آسیب والا اکبری هم جیت به به درو هستن. یک تو خودت نمره 20 تو مثل هیچ کسی نیستی. اما یک دنم زوچی بده که ما در مقام آقای سنی ساندویچ چطوره؟ دوستان ارجمند دیگه کباب از ما آماده شد. با اجازه دوستا اینی رقم کباب کو، اینی رقم نوش جان کن. با اجازه چی یک کباب، چی یک نان گرم. سلام دایی طرف. عجب کبابی. ای گندنه رو ببین، چه گندنه ایه، چه دوغ، چه نانی. بفرمایید. این بخی جای پیدا نمیشه از دور که ماشاءالله. دوغ سایت کن، کباب سایت کن. کباب ببین، کباب ببین. به به به. با اجازه دوستان محترم دیگه، یعنی کباب تا هنوز زید آمد ره که سرآشپز هم آقای طالب حسینیه. دست معلم صاحب دستاشنی درد نکنه. سپاسگزاریم از آقای قربان علی نوروزی رحمت الله که نوروزی زیاد زحمت کشیده بود. یعنی جناب آقای آصف اکبری تازه هم ده خوش آمدی. صفا ورده قسمت نالات چنا. خوش آمدی. به به به. خیلی تشکر. عجب سلامت باشی. چی نانی. درود خدا بر شما. درود خدا بر شما آقای اکبری. سلامت باشه دیگه. گفتی آقای اکبری تو پدر قسمت نالت. خوب موقع جای دوستا خالیه. یک کبابی خوشمزه. چی یک گندنه ای. تو پدر قسمت نالت. بسیار بسیار قشنگه.
آقای بریم یک